احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگار را بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، الله همه شما را نگهبان باشد. از الله میخواهم که دلهای همه ما را از خواب غفلت بیدار کند و ما را به سوی خودش نیکو بازگرداند و ما را از لذت و حلاوت با او بودن و با او زندگی کردن و از نعمتهای مثل یقین و توکل به او و توفیق عبادتش و ایمان کامل و استوار و پایداری در دین محروم نگرداند. همان او به همه کار قادر و تواناست. یکی از دیگر سببهای غفلت که خطرناک است، دوستی با انسانهای بد می باشد. خود و شما فرزندانم، برادران و خواهرانم را از این کار برحذر می دارم. گاهی یک فرزند در خانواده صالح و محیط خوب و سالم به وایه می رسد. شاید در آن عائله پدر و مادر تربیتگران خوب باشند. شاید در آن عائله مادر تربیتگری خوب باشد. فرزند در این محیط سالم تربیت می شود، اما با یک همنشین بد شناس می شود، دوستی می کند و سپس کاملا تغییر می یابد. لا حول ولا قوة الا بالله. این حال چقدر خانواده‌ای هستند که فرزندانشان به این حالت گرفتار شدند به سبب‌های همنشینی با انسان‌های بد. الله تعالی می‌فرماید: و روزی که ستمکار دو دست خود را گزیده گوید ای کاش من همراه پیامبر راه پیش می‌گرفتم، ای وای بر من، کاش که فلانی را دوست نمی‌گرفتم. و درستی که وی مرا از پند بعد از آن که من به آن آماده بودم گمراه کرد و شیطان آدمی را در سختی تنها گذارنده است. آن روز دوستان به یکدیگر دشمن باشند به جز پرهیزگاران. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند انسان در دین دوست خود است، پس باید بنگرد که با کی دوستی می کند. ای فرزند عزیزم، تأثیر همنشینانت البته به تو تأثیر می کند. اگر همنشینت خوب باشد، با اذن الله تعالی به خیر تو خواهد بود. انسان با کسی است که دوست می دارد در دنیا و آخرت. در حدیثی که بخاری از ابن انس روایت کردند آمده است: مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده پرسید: ای رسول الله، قیامت کی برپا می شود؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: برای آن روز چی آماده کرده ای؟ گفت: برای آن روز عمل زیادی آماده نکرده ام، اما الله و رسولش را دوست می دارم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: انسان با کسی است که دوستش می دارد. انس می گوید: هیچ سخن برای من شاد کننده تر از این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود که گفتند انسان با کسی است که دوستش می دارد. و سپس گفت: من رسول الله صلی الله علیه و سلم را و ابوبکر و عمر را دوست می دارم و امیدوارم که الله مرا با آنها حشر می کند، اگرچند که مثل آنها عمل نکرده ام. من و شما یک جایه می گوییم و الله را شاهد می گیریم که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر و عمر، عثمان، علی
و تمام اصحاب رسول الله را دوست می‌داریم. الله از همه آنها راضی باشد. از الله تبارک و تعالی می‌خواهم که همه ما را با آنها حشر کند، اگرچند که مثل آنها عمل نکرده باشیم. و ای فرزند عزیزم، انسان در دین دوستی خود است، پس حتما تأثیر همنشین خوب به او میرسد و تأثیر همنشین بد به او میرسد. فرق میکند همنشینی که تو را به طاعت الله تعالی دعوت میکند، به سوی کارهای مفید دنیوی و اخروی دعوت میکند، از آن همنشینی که تو را به سوی مواد مخدر دعوت میکند، به سوی نافرمانی الله، به سوی کارهای بد، به سوی شیشه شراب دعوت میکند. پناه بر الله. دوستی مکن مگر با همنشین مؤمن. باید طعام تو را فقط انسان پرهیزگار بخورد. تنها تصور کن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلس نشسته است و تو یکی از شخصان محبوب ایشان هستی. آن حضرت به تو میگویند فقط با انسان مؤمن همنشین باش و طعام تو را فقط انسان پرهیزگار بخورد. تو را با الله قسم، به او چی جواب خواهی داد؟ اگر دوستدار آن حضرت باشی، چون این جواب خواهی داد: شنیدم و اطاعت کردم ای رسول الله. آن حضرت صلی الله علیه و سلم تو را امر کردند که فقط با انسان مؤمن همنشینی کن و به خانه و مجلست فقط پرهیزگاران داخل شوند و همنشین تو باشند، همان کسانی که هرگاه فراموش کردی خاطر رسانت میکنند و هرگاه چیزی را ندانستی به تو میآموزند، همان کسانی که الله را به یادت میآورند. آنها بهترین بندگان الله هستند. همان کسانی که وقتی آنها را میبینی الله به یادت میآید. ترین بندگان سخنچینانی هستند که بین دوستان جدایی میاندازند و عیب انسانهای بیگناه را میجویند. همیشه از پی خطاگی‌های دیگران هستند. با من در این حدیث زیبای نبوی اندیشه کن که در آن کاملا فهمانیده شده است حال شخصی که با دوستی بد همنشینی میکند و حال کسی که با دوستی خوب همنشینی میکند. این به نهایت عجیب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند مثال همنشین خوب و همنشین بد مانند عطر فروش و آهنگر است. عطر فروش یا به تو عطر میدهد یا از او عطر میخری، یا اینکه بوی خوش آن به مشامت میرسد. و آهنگر باشد یا لباسهایت را میسوزاند و یا بوی بدی آن به مشامت میرسد. همنشین خوب همین گونه است. از او فقط سخنهای خوب میشنوی، از او فقط چیزهایی را میشنوی که الله را به یادت میآوری، از او فقط چیزهایی را میشنوی که تو را ایجادکاری و عمل خیر برای این زندگی وامی دارد. اما همنشین بد تو را به سوی معصیت و گناه راهنمایی میکند و به عملهای بیهوده، عملهای قبیح و به اندیشه های اشتباه وادار میکند که انسانها را به سوی فسق و فجور روانه میسازد. انسان را به کفر و هلاکت برده میرساند. لا حول ولا قوة الا بالله. با اهل علم، با فضل و نیکوکار همنشین باش. حتی اگر همنشین خوب نیافتی، با خودت همنشین باش. اگر چنین آدم را پیدا نکردی، پس آثار آنها را خوان، تاریخ آنها را خوان، سیرت آنها را خوان، با زندگی همین گونه آدمان آشنا شو. اگر این گونه انسانها را پیدا کرده نتوانستی، از میراثی که آنها به جا گذاشته‌اند استفاده کن. کلیدهای خوبی را نگاه دار. مراقب کلیدهای شیطان باشید. کلید نباشد که با آن دروازه بدیها گشوده شود. از الله تعالی میخواهم که ما را با پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش و صحابگانش حشر کند. همان او به این کار قادر و تواناست. الله جوانان و فرزندان ما را از شر دوستان بد حفظ کند. همان او به همه کارها تواناست. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة.
فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى